سرخط خبرهای مهم. برای اکومولاتور هم پول اوتیلیزاسیا گرفتنی‌اند. زن و زنی فرزندانی چهره‌های شناخته و ثروتمند در دوشنبه. بانک اروپایی برای تامین و تعمیر برق 43 میلیون یورو می‌دهد. سلام. آغاز هفته نو است. امیدوارم آن برای یک شما بخیر و برور باشد. برنامه نویدی و امدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان برایتان پیشکش میکنیم. مقامات انتظامی دوشنبه چندی از فرزندان افراد ثروتمند و شناخته را برای جنگ و دعوا با هم به خلل‌دار کردن ترتیبات جمعیتی حبس کردند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 7 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت برای دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی از جانب کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کار داخلی در شهر دوشنبه شهروندان سیراجوف شردیل، علایف منوچهر ایوبوف جاویدان و حبیبوف مقیم جان دستگیر کرده شدند. با گفته یک منبع در نهادهای انتظامی، شردیل سیراجوف فرزند پسر مالکی سابق بازار جلجم اسدالله سیراجوف و جاویدان ایوبوف پسر ظفر ایوبی آوازخوان تاجیک هستند. با گفته یک منبع با اعتماد در این جنجال و کشمکش فرزند یکی دیگر از افراد ثروتمند حضور داشته است. در بیانیه ریاست امور داخلی دوشنبه آمده است که نامبردگان در مرکز دلخوشی دریم با همدیگر مناقشه نموده آرامی شهروندان را خلل‌دار ساختند. ضمن سنجش معین گردید که سیراجوف شردیل منتظم در مرکزهای دلخوشی مناقشه تشکیل نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران می‌کرده است. ریاست امور داخلی گفته است اعمال بعضی از این افراد تفتیش می شود و ممکن است به ضد آنها پرونده جنایی آغاز کنند که برای آن جزای سخت‌تر پیش بینی شده است. در گذشته دایر به خودسری و جنجال بین فرزندان افراد ثروتمند و شناخته گزارشات نشر شده است، اما مقامات رسمی این ماجراها را بسیار کم شرح می‌دهند. بانک اروپایی با ساخت و رشد به شرکت دولتی شبکه‌های تقسیمات برق تاجیکستان در حجم 43 میلیون یورو مبلغ گذاری کرده است. از این مبلغ 28 میلیون یورو قرض سرمایه‌گذاری برای تقسیمات برق بوده، 15 میلیون یورو گرانت اتحادیه اروپا میباشد. با این مبلغ‌ها قرار است ساختار زیربنیادی شبکه‌های تقسیمات برق تاجیکستان در بخش حساب کتاب خرجی نیروی برق در 9 شهر و نواحی ولایت‌های سوغد و ختلان نوسازی شود. از جمله دستگاه‌های فرسوده‌ای که برق را برزیاد و نامؤثر استفاده می‌کنند با نوع‌های پیشرفته پرمصرف عوض خواهند شد. با گفته مسئولین این کار برای از بین بردن سیستم نامؤثر بیلینگی مساعدت خواهد کرد. آمده است در اطلاعیه بانک اروپایی با ساخت و رشد. گفته می شود این مبلغ‌ها اینچنین برای ایجاد نظام رقمی کنونی و امنیت اینترنتی روانه خواهد شد. کمک مالی بانک جهانی به شبکه‌های تقسیمات برق در حالی صورت می‌گیرد که اهالی کشور با مشکل جدی نارسایی برق روبروست. به نوشته کاربران در بسیار منطقه‌های دوردست کشور محدودیت برق چنان سخت و سنگین است که تامین برق در یک شبانه روز گاه‌ها با 3 ساعت محدود می شود. مقامات تاجیکستان شاید به زودی برای واردات اکومولاتور و بطاری‌های برقی به کشور از صاحبکاران پرداخت نابودسازی یا اوتیلیزاسیا ستانند. قانون در این باره هفته گذشته در نشست مجلس نمایندگان قبول شده است. پرداخت را هنگام واردات همه نوع اکومولاتورها از جمله بطاری‌های ماشین‌های برقی می ستانند، اما بطاری‌های تلفن و ساعت‌ها استثنا شدند. سردار خدمات گمرک تاجیکستان خورشید کریمزاده از ضمن معرفی لایحه قانون درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه در پارلمان، هدف قبول این قانون را تأمین امنیت اکولوژی و پیشگیری از ضرر پرتاب‌های خطرناک نامیده است. با گفته او مبلغ هنگام رسمیت گمرکی و یک مرتبه ستانیده شده به بودجه دولت می رود. طبق طرح حجم پرداخت‌ها وابسته به وزن اکومولاتور مقرر شده است. با این فهرست اکومولاتورهای ماشین، بطاری‌های الکترومبیل‌ها و دستگاه‌های ذخیره کننده نیروی آفتابی و بادی شاملند. در جلسه پارلمان گفتند که تجربه ستانیدن بوج برای نابودسازی اکومولاتورها در دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نیز رایج است. حالا معلوم نیست که این تصمیم تا چه اندازه به نرخ اکومولاتورها در بازارهای تاجیکستان تاثیر می‌رساند. بعضی از طبیبان کسبی و خلقی در تاجیکستان از حجره‌های کاری به شبکه‌های اجتماعی کوچیدند. آنها در هر مسئله مشورت می‌دهند. برخی کاربران آنها را پیگیری و از بیماری خود شکایت می‌کنند. اما ناراضیانی هم هستند که میگویند در نتیجه طبابت پزشک آنلاینی
و استفاده داروی نوشته او بیماریش شدیدتر شده است. همکارمان برات یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. سحر شکم گوشنبه 100 گرم میخورید بیگانه پیش از اوجین خواهید پیش از خواب خوردن میشه 100 گرم یک روز بعد 200 گرم میخورید که سلفه عموما نیست میشد. بعضی از طبیبان کسبی و خلقی در تاجیکستان از حجره‌های کاری به شبکه‌های اجتماعی کوچیدند. آنها در هر مسئله مشورت می‌دهند، از سرماخوردگی تا فشار بلند و کمخونی و قند و ارتباط جنسی. برخی کاربران آنها را پیگیری و از بیماری خود شکایت می‌کنند. اصل تکنولوژی است. این کار درست است. در دولت‌های مترقی الکی این چیز الکی قبول شده است و یک مخصوص نظامنامه‌های معین هم دارند نسبت این کار. برای که در این کار یک اصول بسیار با ارزش اکنون می شود وقتی بیمار است. بیمار از هر مکان و از هر منطقه هم که باشد توسط کنسولتاسیون آنلاینی از دلخواه منطقه از دلخواه دوری با دکتری خوبی که خودش انتخاب کرده است کنسولتاسیون طبی گیرند. در عین زمان نوروزیان هم هستند که چگونه از دور می شود درد را معین و آن را طبابت کرد. یک کار افتاده به طور خطی به رادیوی آزادی شکایت کرد که در نتیجه طبابت پزشک آنلاینی و استفاده داروی نوشته او بیماریش شدیدتر شده است. این بیمار نخواست جزئیات دهد. همصحبت ما مرادعلی لطیفوف میگوید در محیط پزشکی تاجیکستان این پدیده نو است و بنابراین شک و گمانها را به بار آورده است. یک نظرپرسی غیر رسمی رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه هم نشان داد که دیدگاه ساکنان به این مسئله یکسان نیست. به هر حال باید به خلاصه کسانی گوش دهیم که از روی تخصص و در بیمارخانه ها کار میکنند. سلامتی این شوخی نیست. از این رو لطفاً تنها به پزشکان مراجعت کنید. کسی که معلومات ندارد چه حق دارد آدمان را طبابت کند؟ همه چیز باید برای بیمار دسترس باشد. بیمار باید سرتیفیکات را بیند، تخصص را بیند که آیا به این کس اجازه دادند تا دیگران را طبابت کند. در اینترنت قلبان بسیارند. من به چنین ها باور ندارم. یعنی доверяю таким. چرا مثلا ما با آنها باید به نظر شبهه نظر کنیم وقتی که اونا دیپلم دانشگاه طبی را در دست دارند؟ و من جانبدار اون هستم که دکتران کسبی واقعا هم این کار را انجام بدهند، ولی فقط حتما باید تاکید کنن که مثلا شنیدن این نوار یا دیدن این نوار البته خوب است، لیکن شما اول باید با دکتر مراجعت کنید. Я, честно говоря, в интернете мало сижу. من راستش را گویم در اینترنت کم بشینم. به کارهای خانه مشغولم. در فضای واقعی شما با آدمان واقعی روبرو میشوید. اینجا آمدن نمونه خون میسپاریم. ما سبب‌های بیماری را میفهمیم و طبابت درست میگیریم. توسط اینترنت چخیل ممکن است طبابت تعیین کردن وقتی نتیجه های تشخیص معین نیست، بیماری معلوم نیست. مرادعلی لطیفوف هم میگوید طبیبان آنلاینی حق ندارند که تنها در اساس شکایت شفاهی بیمار با او طبابت تعیین کنند و دارو فرمایند. تشخیص ها همش باید گذاشته شود در اساس تشخیص بیمار، در اساس کلینیکای بیمار که بیمار همون عین حال چگونه است و صحبتاشو چه به دکتر میرساند، در اساس تاریخ بیماری، در اساس تحلیل های بیمار و دکتر متخصص با اون بیمار تعیینات میکند و روند طبابتش هم حتما تحت نظارت میگیرد. این متخصص افزود تشخیص و تحلیل باید در بیمارخانه صورت گیرد و مریض تنها نتیجه های تشخیص را باید به پزشک آنلاینی فرستد. اما آنهایی که طب خلقی را آنلاینی به راه ماندند چگونه روشی دارند؟ یک تا اکام است همون محله خودمو با اکای عبدالمنان 7 ساله سلفان نقل شد. غلام جان گفته هر کس باید گپی همه را گپ نزنه. حالا از ما پیدا شدن شخصایی که دکتر نیستن اصلا درباره همه بخش طب صحبت میکنن، درباره همه بیماری ها صحبت میکنن و دارن توسط این سوتسیت ها و منیجر ها گویا که همه بیماران را طبابت کرده ایستادند. به سبب از تاجیکستان رفتن شماری از متخصصان در بیمارستان های کشور صدها طبیب نمیرسد. تا ماه ایول امسال این شماره به 1600 نفر برابر بود. برخی گمان دارند که احتمال طبیبان آنلاینی این خالیگاه را پر کنند. اما در عین زمان در تاجیکستان برای معالجه نادرست و به مرگ رسانیدن بیماران جزا تعیین شده است. برای مثال سال 2023 پزشک رسول حاجیف را به آن گناهکار کردند که خطایش باعث به مرگ یک دختری نورس شد. خودش اعتراض کرد ولی دادگاه او را 6 سال از آزادی محروم نمود.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در ازبکستان از سال 2022 تا سال 2025 با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ‌های خارجی بیش از 330 پرونده جنایی آغاز کردند. خدمات امنیتی ملی ازبکستان با نشر یک فیلم گفته است اگر سال 2022 فقط 19 پرونده جنایی با این اتهامات باز کرده باشند، در سال 2025 تقریبا 140 پرونده جنایی افتتاح شده است. با گفته ماموران امنیتی ازبکستان، این افراد یا به عضویت گروه‌های افراطی و تروریستی پیوستند و یا در نهادهای نظامی خارجی به حیث زرخرید کار کردند. در این فیلم گفته شده است حالا بیش از 1.8 میلیون نفر شهروندان ازبکستان در خارج با ثمر کار میکنند، ولی عین زمان صدها نفر از شهروندان این کشور آشکار میشوند که در گروه‌های مسلح خارجی حضور دارند. در این فیلم مشخص گفته نشده است که شهروندان ازبکستان در کدام جنگ و نزاع‌ها به حیث زرخرید شرکت کردند، اما یک وبسایت دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم نام 2715 شهروندان ازبکستان را نشر کرده است که در جنگ اوکراین شرکت دارند و یا کشته شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 8 دکبر خبر می‌دهد. 8 دکبر سال 1965 در دوشنبه کمبینات شیر تأسیس شد که در یک بست 110 تن شیر را کارکرد میکرد. این کارخانه مهمی تاجیکستان شوروی بود که با استحصال دهها نمود شیر، قیماق و جرغات و دیگر محصولات شیری معروف شد. امروز هم این کارخانه فعالیتش را به حیث شرکتی سهامی ادامه می‌دهد و روز بیش از 80 نمود محصولات شیری استحصال میکند. 8 دکبر سال 1991 در قلمرو جمهوری بلاروس رهبران روسیه، بلاروس و اوکراین سه کشوری که اول شده تأسیس SSSR را زمینه گذاشتند درباره برهم خوردن این کشوری عبارت از 15 جمهوری خبر دادند. سازشنامه با نام بلاویژیا که با نام جنگلزار بلاویژیا در بلاروس معروف شد، تأسیس اتحاد جمهوری‌های مستقل را در قلمرو اتحاد شوروی زمینه گذاشت. تاجیکستان که تا آن زمان 3 ماه بود یک جمهوری صاحب استقلال اعلان شد، یکی دیگر از اعضای SNG یا اتحاد کشورهای مستقل گردید. بانک ملی روز 8 دکبر سال 2017 اعلام کرد که به بازار جهانی یورو بوندهای تاجیکستان را میبرارد. تاجیکستان با نشر و فروش وونبرگ و یا به اصطلاح یورو بوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانش کمی بیشتر از 7% می باشد. ولی برخی متخصصان درستی این تصمیم را در شرایط خیلی بلند بودن قرض خارجی تاجیکستان زیر سوال بردند. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد. صبح امروز در بعضی از بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115 و یا 117 سومانی، 100 یورو به 1070 سومانی و 100 دلار به 920 سومانی برابر است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین نموده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.